سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به ویدیو جدید دیگه از کانال کریپتو دیلی. امروز اومدیم با قسمت دوم دوره همستر کامبت و یک ویدیو قراره امروز ضبط کنیم که واقعا جزء مهمترین ویدیوهای این دوره هست، چون که قراره درباره پرافیت باهاتون صحبت کنیم. یعنی مهمترین بخش بازی همستر کامبت که موقع لیست شدن میتونیم که اونا رو بفروشیم. و اگه داخل این ایردراپ ها و ایردراپ های دیگه مثل تپساپ و اینا داری فعالیت میکنین، توصیهم براتون اینه که حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین که وقتی ویدیو درباره این ایردراپ ها گذاشتیم از دست نداده و جزء اولین کسایی باشین که بیان ویدیو رو ببینین. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اول ویدیو میخوام درباره این باهاتون صحبت کنم که در این قسمت از دوره چه موضوعاتی مورد بررسی قرار میگیره. اول درباره این صحبت میکنیم که پرافیت اصلا چیه و از کجا میاد. دوم درباره این صحبت میکنیم که چرا پرافیت انقدر داخل بازی مهمه و سومین بخش که باهاتون بررسی میکنیم اینه که چطور قفل کارت هایی که در بخش ماین وجود داره که برای پرافیت مهمه رو چطور باز کنیم. و بخش چهارم مهمترین بخشه، چطور میتونیم که به بهترین شکل کارت هایی که برامون پرافیت میده رو آپگرید کنیم، یعنی با کمترین سکه بتونیم که بیشترین پرافیت رو به دست بیاریم. که اون قسمت رو اصلا از دست ندین، چون که قراره یه ترفند خیلی خفنی براتون بگم که مطمئنم خیلی به دردتون میخوره و تمامی بخشای این ویدیو هم پارت بندی میشه و کدوم بخش مشکل داشتین یا سوالتون بود میتونین که از اون بخش برین و نگاش کنین. در بخش اول میخوام درباره این صحبت کنم که پرافیت چی هستش. پرافیت در واقع اینه که از بین کارت هایی که در بخش ماین وجود داره که براتون میاد نشون بدم که میبینید در بخش مارکت، پیارنتیم، لیگل، اسپشیال میبینید که تمامی کارت هایی که اینجا هست با آپگرید دادن یک مقدار کوینی میتونین به دست بیارین یا یک مقدار پرافیت یا سودی در هر ساعت میتونین به دست بیارین. که جمع تمامی سودهایی که از این کارت ها در هر ساعت دریافت میکنین به این میگن سود ساعتی یا پرافیت پر اور. که شما میتونین جمع این مقدار رو داخل بخش اکسچنج مشاهده کنین. میبینین که سبز رنگ نوشته پرافیت پر اور که برای من الان 1,130,000 تا، یعنی در هر ساعت میتونم که از اون کارت ها کوین به دست بیارم یا سود به دست بیارم. پس این درباره این که پرافیت چی هستش. و یک بخش مهمی هم که داره، این پرافیت یک گنجایشی داره، یعنی جمعاً 3 ساعت براتون سود جمع میکنه. یعنی هر 3 ساعت یک بار باید وارد بازی بشین، چون که مخزن پرافیت میتونم بگم براتون که هر 3 ساعت یک بار پر میشه و بعد از 3 ساعت دیگه براتون هیچ سودی رو نمیده. پس هر 3 ساعت یک بار بیاین به بازی و پرافیت رو دریافت کرده و میتونین خارج بشین، چون که عمده سکه‌ای که میتونین شما از بازی دریافت کنین از بخش پرافیت هستش. در بخش بعدی میخوام درباره این باهاتون صحبت کنم که خیلیاتون میپرسین پرافیت مهمتره یا سکه و چرا باید انقدر روی پرافیت تمرکز کنیم. بهتره که این خبر یا این موضوع رو از خود کامیونیتی همستر چک کنیم و براتون توضیح بدیم. وقتی که وارد کامیونیتی همستر کامبت بشین و این پیامی که اخیراً گذاشتن رو چک کنین، میبینین که درباره ایردراپشون صحبت کردیم. میگه که ایردراپ یا توکن همستر وقتی که میخواد لیست بشه، چیزی که ما قراره در نظر بگیریم پرافیت و بعضی از تسکا و کارهای این ایردراپ هستش که میتونیم با بعضی از تسکا بالاخره پرافیت به دست بیاریم یا کوین همستر به دست بیاریم. که میگه وقتی که بخواد لیست بشه این بخشا خیلی مهمه و اصلا به هیچ عنوان بالانس برامون مهم نیست. که اینجا از خبر خودشونم میتونین که متوجه بشین و در نهایت هم میگه که هوشمندانه بازی کنید. و درباره این موضوع بخوام یکم منطقی تر باهاتون صحبت کنیم، همونطور که در قسمت اول دورم گفتیم، این بازی یا تم بازی اینجوریه که شما مدیر عامل یک شرکت یا یک صرافی هستین که در واقع کاری که مدیر عامل انجام میده اینه که رو توی شرکت‌های مختلف شما سرمایه گذاری میکنین و از اون سرمایه‌ای که گذاشتین میتونین که سکه به دست بیارین. به خاطر تم بازی که انتخاب کردن، این کاری که برای پرافیت پر اور انتخاب کردن یا برای لیست شدن توکنشون این رو انتخاب کردن، خیلی کار منطقیه و به گفته خودشون قراره که پرافیت پر اور حساب بشه. پس روشون خیلی جدی کار کنید. فقط این نکته رو یادم نره که بهتون بگم، اینو بگم براتون که وقتی لیست میشه میگه که پرافیت بر ساعت براتون مهمه، ولی موقع پری لیست شدن احتمال داره که این کوینای شما به درد بخوره و بتونین که به عنوان NFT بفروشین. پس در نظر داشته باشین که موقع لیست شدن سود ساعتی مهم خواهد بود. اینم از بخش دوم. در بخش سوم میخوام درباره قفل کارتا باهاتون صحبت کنیم. میدونم که مشکل خیلی از اون هست که میگیم بعضی از کارتا برای من قفل هست، چطور جلوشو باز کنم.
ما در ویدیوی جواب دادن به سوالات رایج همستر کامبت باهاتون صحبت کردیم و این موضوع رو کامل توضیح دادم براتون که چطور میتونیم قفلاشو باز کنیم، ولی اینجا هم یه مروری میکنیم با هم که براتون کامل بتونم توضیح بدم و شما هم کامل درباره باز کردن قفل این کارت ها متوجه بشین. باز کردن قفل کارت ها دو نوع هستش. بعضی از کارت ها ازتون میخواد که زیر مجموعه جمع کنین، که میخوام براتون بگم که زیر مجموعه چطور جمع میکنین و توصیهم براتون اینه که 10 نفر رو اینوایت بدین یا زیر مجموعه کنین برای خودتون، چون که یه دونه کارت هست که ازتون 9 تا زیر مجموعه میخواد، ولی اگه 3-4 تا بیارین جلوی خیلیاش براتون باز میشه. که برای آوردن زیر مجموعه کافیه که شما از بخش وقتی که وارد ربات شدین بیان به بخش فرندز. وقتی که اومدین اینجا میبینید که براتون یه دونه اینوایت فرند، یه دکمه آبی رنگی اینجا میاد. وقتی روی اینوایت فرند بزنین اینجا این پیامی که اینجا میاد روی سند بزنین یا به سیو بفرستین، یا اینجا علامت کپی هست، میتونین که روی علامت کپی کنارش سمت راست کلیک کنین، میبینید که تکست کپی شد. حالا این آدرس یا لینک زیر مجموعه گیری شما هستش. اینو حالا به اقوامتون، کسانی که تا حالا همستر رو شروع نکردن، به اونا بفرستین و سعی کنین که 10 نفر رو جمع کنین، که خیلی کار سختی نیست و به راحتی میتونین که این کار رو انجام بدید. و بعد از اینکه شما دوستاتون رو اینوایت دادین به راحتی میتونین که با آوردن 10 نفر جلوی خیلی از کارتایی که اینوایت میخواد رو باز کنین. با 10 نفر که همشو میتونین باز کنید. نوع دوم کارتا اینجوریه که براتون میگه برای اینکه جلوی این کارت رو باز کنی باید یه کارت دیگر رو به یه لول معینی برسونی، که براتون الان اینجا توضیح میدم که برای مثلا چطور میتونین که جلوشو باز کنین، که داخل تصویر براتون کامل توضیح بدم. برای مثال اینجا همستر تیوب در بخش پیارنتیم رو میبینین که برای من قفل هستش. حالا با یه اکانت اومدم که بعضی از کارتا براش قفل باشه. میبینین که زیرش برای من نوشته کنار لول 0 گفته که همستر بوک لول 5. یعنی ما اگه کارت همستر بوک رو به لول 5 آپگرید بدیم میتونیم که جلوشو باز کنیم. برای آپگرید دادن اینجا همستر بوک رو پیدا میکنیم، آپگریدش میدیم به لول 5 تا به راحتی جلوش باز بشه. لول 3، لول 4 و لول 5 با موفقیت تونستیم که لولش رو 5 کنیم و میبینین که اینجا جلوی همستر تیوب هم باز شد. این کارت هایی که ازتون میخواد که یه کارت دیگر رو به یه لول مشخصی برسونین هم اینجوری میتونین خیلی راحت جلوش رو باز کنید. فقط درباره این موضوع هم باهاتون صحبت کنم. خیلی‌ها میپرسن که حالا اینجا یه لول نوشته، یه مقدار نوشته، یه پروفیت نوشته، این یعنی چی؟ این لولی که اینجا براتون نوشته، ببینید اینجا یکی یکی بیان براتون توضیح بدم. پروفیت پر اور که زیرش یه رقمی نوشته یعنی برای شما در هر ساعت این کارت مختص 403 تا پروفیت میده یا سود میده براتون در هر ساعت. و این لولی که براتون نوشته لول 5، یعنی شما برای اینکه این کارت رو لول 5 کنید یا آپگریدش کنید باید 1327 تا کوین بدین، که برای دیدن دقیقش هم کافیه روی کارت کلیک کنید. میبینید که میگه 1327 تا میخواد برای آپگرید دادن لولش. اون مقدارم نشون دهنده آپگرید دادن لولش هستش. و مقدار پروفیتی که بعد از ارتقا دادن براتون اضافه میشه رو اینجا نوشته. میگه که پروفیت پر اور با آپگرید دادن 98 تا به این مقدار قبلی اضافه میشه. ببینید من اگه روی گوهد بزنم 403 بود و 98 تا به این مقدار اضافه شده و شد 501 تا. و خواستم که نحوه فعالیت کردن داخل این کارتا و چطور آپگرید میشه و چه چیزا رو تغییر میده اونا رو بگم، که با آپگرید دادن شما میتونید که پروفیت پر اورتون یا سود ساعتیتون رو ببرید بالا. اومدیم به مهمترین بخش ویدیو. شاید حالا بخشای قبلی که براتون توضیح دادم یه تعدادتون بلد باشین، ولی این بخش واقعا یکی از سوالاتی که خیلی از افراد رو به چالش میکشه اینه که آقا ما میدونیم که این کارت داخل بخش ماین هست و ما میخوایم که پروفیتمون رو ببریم بالا، ولی چه کارتی رو انتخاب کنیم که هم سکه کمی ازمون بگیره و هم پروفیت بالایی رو برامون بده؟ واقعا یه سوالیه که واقعا میگم به این سادگی نیست جوابش رو پیدا کردن. چون بعضی از کارت هست مثلا 5 میلیون میدی 5 که پروفیت میده، ولی شما به جاش میتونستین که شاید 10 تا کارت دیگر رو آپگرید بدین که از این کارت قبلی که 5 میلیون سکه میدادین سودمندتر میشد. به خاطر همین دو تا مشکل پیش میاد برای اینکه بخواین اینا رو آپگرید بدین. اولین مشکل اینه که فرد به فرد لول کارتا فرق میکنه، یعنی نمیتونی که بگی این کارت این کارت رو آپگرید بده، اونجوری نیستش. چون که فرد به فرد لول کارتا فرق میکنه باید یه سیستمی باشه که یک فرد بتونه لولش رو بنویسه و بدونه که من که داخل این لول هستم کدوم کارت میتونه که بیشترین سود رو به من بده. و دومین مشکلی که برای افراد پیش میاد اینه که میگن آقا تعداد کارتا خیلی بالاست
و واقعیتش از بین این کارتا پیدا کردن چند تا کارتی که بتونه براتون بیشترین سود رو بده خیلی سخته. شاید شما بتونین یه لول دو لول رو پیدا کنین ولی دیگه در نهایت یه خطایی میتونین انجام بدین، چون که خیلی سخته و نمیشه که انجام داد و تمامی کارتا رو بررسی کرد، خیلی تایم میگیره ازتون. به خاطر اینکه خیالتون راحت باشه، تیم ما واقعا چند روز ما یه تلاشی کردیم و تونستیم که ترفند این رو پیدا کنیم که یه سیستمی باشه ما لول کارتمون رو بنویسیم، سکه‌ای که برای سطح بعد رو میخواد رو بنویسیم و پرافیتی که برامون قرار در لول بعد اضافه بشه رو بنویسیم و برامون کارت های رو نسبت به لولی که اون کارتمون قرار داره، اون کارت مشخص قرار داره، بگه که کدوم کارت بیشترین سود رو نسبت به سکه‌ای که خرج میکنیم میتونه بده. واقعا این سیستمی که نوشتیم داخل اکسل هستش و بهتون 100% میگم که بهترین سیستمی هستش که شما میتونید که کارتتون رو آپگرید بدین. به طور فرض بگم براتون، اگه میخواین 10 میلیون سکه به پرافیت خرج کنین، به جز این سیستمی که داریم براتون الان اینجا در جلوتر براتون توضیح میدم چطوری هستش، به هر طریق دیگه‌ای بخواین آپگرید کنین، مطمئن باشین که این وسط خیلی ضرر میکنین، چون که به بهترین شکل اینجا نوشته شده و مقدار سودهایی که حساب میکنه دقیق هستش و خیالتون راحت باشه، چون که من خودم ازش استفاده کردم و نتیجهشو خیلی قشنگ داخل اکانت خودم مشاهده کردم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بدین بدون معطلی وقت این فایل اکسل رو باهاتون ببینیم و این فایل اکسل هم قبلش بگم براتون داخل کانال تلگرام میذارم که لینک کانال تلگرام هم میتونید از خود چنل یوتیوبمون دریافت کنین یا وارد بشین بهش و در بخش دیسکریپشن و کامنت هم براتون قرار میدیم. بدون معطلی بریم به صفحه کامپیوتر که براتون کامل توضیح بدم که چطور میتونید این سیستم رو پیاده سازی کرده و بیشترین پرافیت رو از کارت ها دریافت کنید. فقط این نکته رو قبلش بگم، حالا خیلیاتون میگین که حالا من پی سی ندارم چطور میتونم که این فایل اکسل رو باز کنم. خیالتون راحت باشه، فقط کافیه که برای گوشتون حالا یا آیفون باشه یا اندروید یا هر پی سی برنامه اکسل رو دانلود کنین و نصبش کنین. وقتی که نصبش کردین اون فایل رو میتونین که به راحتی باز کرده و اعداد و ارقامش رو خیلی راحت تغییر بدیم. بریم سراغ این فایل خفن. سوالی که برای الان خیلیاتون وقتی که وارد برنامه شدون پیش میاد، حالا من چطوری میتونم که داخل این برنامه فعالیت کنم و نسبت به کارتای خودم شخصی سازی کنم. چند تا مثال بزنم اینجا و برای خودم وارد کنم که بهتر متوجه بشین. حالا برای اینکه شما اینجا فعالیت کنین، وارد اول ربات میشین و وارد بخش مای میشین که بخش کارتا بیاد و اینجا میبینین که با این تمامی این کارتایی که اینجا نوشته شده میگه که از کدوم دسته هستش. میبینین که الان مثلا سوشال فای اینجا اول نوشته شده که در بخش مارکته. وارد بخش مارکت میشیم و از بین اینا سوشال فای رو پیدا میکنیم. میبینین که سوشال فای من لولش 14 و برای آپگرید دادنش 166140 تا کوین میخواد که اینجا برامون نوشته کنار لول که این تعداد رو میتونین اینجا ببینین. و اینجا پرافیت میگین چطور نوشته میشه. برای اینکه بدونین چقدر باید اینجا پرافیت وارد کنین، روی خود این کارت کلیک کنین، میبینین که پرافیت پر آور نوشته مثبت 129. یعنی من اگه یک لول آپگرید بدم به پرافیت پر آور همین کار 129 تا اضافه میشه. حالا من یه دونه آپگرید میدم که براتون نشون بدم که چطور باید تغییرات ایجاد کنید و اینم بهتون بگم اول تمامی این کارت ها رو مثل این وارد میکنیم. مثلا کارت دیگر هم براتون میگم اینجا، مثلا فن توکنز. میرم اینجا فن توکن رو در بخش مارکت پیدا میکنم، لولش چنده، لول 14 اینجا وارد کردم. چقدر سکه برای افزایش میخواد، میتونین که روش کلیک کنین، سکه برای افزایش اینجا مینویسه 3,322,000 تقریبا. میبینین که اینجا مقدارم اینجا نوشتم من. حالا چقدر برای من پرافیت اضافه میکنه، اینجا هم نوشتیم 2450 تا پرافیت اضافه میکنه که اینجا هم خودتون میتونین تماشا کنین. حالا خودتون نسبت به کارت هایی که دارین در هر بخش اینجا رو شخصی سازی میکنین. فقط این نکته رو بگم که در نظر داشته باشین، یه کمی تایم میگیره ازتون، اول کار یه رو میگیره ازتون تایم، ولی بعد از این خیالتون راحته. بعد از اینکه هر کارت رو آپگرید کردین فقط اون کارت رو لولش رو، سکه برای افزایش و پرافیتش رو عوض میکنین. چرا این کارو میکنین؟ چون که وقتی یه کارت رو آپگرید دادین ممکنه که درصد سودش بیاد پایینتر، یا میبینی که اگه آپگرید دادی همون درصد سود بازم بالاتر رفت و بازم درصد جدول قرار داد. پس حتما با ایجاد کردن هر تغییراتی داخل هر کارت از بخش ماین 100% اینجا ثبت کنین که کارت هایی که دارین آپگرید میکنین به شکل درست و کاملا پرسودترین کارت رو بتونین که آپگرید کنین. و این نکته هم بگم که شاید حالا بعضیاتون بخواید بپرسین، اینجا عددهایی که اینجا نوشته کنارش ام نوشته به میلیون وارد میکنین و عددهایی که اینجا کا نوشته به کا، و اگه بخواید دقیقش رو ببینین کافیه که روی سکه کلیک کنین، اینجا دقیق کوین رو مینویسه، میبینید 3,322,971.
اوکی دوستان، بعد از اینکه اینجا تمامی اطلاعات رو وارد کردین منحصر به فرد تمامی کارت رو که وارد کردین، حالا اینجا میخوایم که پرسودترین کارت رو پیدا کنیم. چطور میتونم که اینجا کارت رو پیدا کنم؟ بیاین که براتون اینجا توضیح بدم. وقتی که اینجا اومدین کافیه که بیان به بخش درصد سود. وقتی که اینجا اومدین اینجا یه فلش رو به پایین است، روش کلیک کنین و اینجا روی sort by largest to smallest رو بزنین که از پرسودترین به کم سودترین براتون رتبه بندی میکنه. ببینین اینجا مثلا کارت NFT کالکشن لانچ هم برای من بیشترین درصد سود رو میده از بین تمامی کارت ها که اینجا رتبه بندی شده که این کارت اینقدر میده، این کارت درصد سودش اینقدر، که رفته میبینین که کمتر میشه و بعضی هم حتی صفر و چند تا ممیزم پشت سر هم هستش. پس دقت کنید که این کارت هایی که درصد سودش بالاست به ترتیب اونایی که رتبه یکن به ترتیب اونا رو وارد میکنه. حالا ممکنه که یه دونه کارت چند بار در پرسودترین کارت ها قرار بگیره، پس در نظر داشته باشین اینا رو. و اینم بگم براتون، ببینید اینجا من برم خودم وارد کنم و براتون توضیح بدم. هر کارتی رو که آپگرید کردین یا هر تغییراتی که در لولشون ایجاد کردین در این بخش وارد کنید، چون که امکان داره که هم سودش بیاد پایینتر یا درصد سودش پایینتر بیاد یا هم درصد سودش همون بالا بمونه که شما همون رو مجدد آپگرید بدین. به خاطر همین مثلا برای من کارت اول NFT کانکشن لانچ رو میاره، من میرم به بخش اسپشیال چون که اینجا نوع کارت رو برام نوشته، اینجا میام آپگریدش میکنم. میبینی که 1,372,000 تا ازم میخوای که دقیقا اونجا نوشته شده. من روی گو اهد اینجا کلیک میکنم که روی صفحه هم شما اینجا میبینین که این کارت من آپگرید پیدا کرد. حالا بعد از اینکه آپگرید کردین دقیقا وارد اینجا میشیم و اینا رو دوباره مجددا تغییر میدیم. لولش به چند تغییری که پیدا کرد؟ به لول 13. و مقدار سکه که تغییر پیدا کرد چقدر؟ بیان که اینجا وارد کنیم. ببینین 2,717,000 رو ببین اینجا وارد کنم من 17,290 که دقیقش رو میتونین اینجا مشاهده کنیم. بعد از اینکه اینو وارد کردین چقدر به پرافیتش در مرحله بعدی اضافه میشه اینجا من وارد میکنم. میبینین که 2,890 هم به پرافیتش اضافه میشه و سودش میبینین که درصد سودش اومد پایین تر. و برای اینکه بازم بهترین کارت رو پیدا کنین دوباره اینجا روی درصد سود کلیک میکنین، دوباره هم روی سورت میزنیم و دیدین که این کارت از رتبه 1 اومد به رتبه 2. پس خیلی مهمه که اینجا شما کاملا بروز نگهش دارین و پس از هر تغییر اینجا واردش کنید. و برای خیلیاتون شاید سوال پیش بیاد که بگین که از کجا مطمئنی که این دقیق هستش. به خاطر همین من یه چارتی آماده کردم، خودم نزدیک به 20 تا کارت آپگرید دادم که برای اینکه براتون بتونم نشون بدم که چقدر داره دقیق کار میکنه و چقدر هم یه کارایی رو انجام میده که هیچ کس شاید به ذهنش نرسه. به خاطر همین وارد بخش حالا اینجا بشم که براتون کامل توضیح بدم. من در این بخش اومدم نزدیک به 21 تا کارت انتخاب کردم. حالا به ترتیب اینا به ترتیب سود آپگرید داده شد. مثلا در مرحله اول بهم گفت که پرسودترین تیک تاک، بعد از تیک تاک آیتی تیم، شاید بعد از چند تا کارتم بازم تیک تاک هشتم. به ترتیب سود اینجا من آپگریدش دادم و براتون یه دونه بخش آماده کردم. ببین اینجا که من این مقدار رو وارد کردم به جز این کارت که میبینید 4 میلیون ازم میخواد و 5,850 تا سود میده. حالا من قبل از این 20 تا کارت آپگرید دادم، هنوز این یکی رو در نظر نمیگیرم. 20 تا کارتی که آپگرید دادم ازم جمعاً 4,928 تا کوین خواسته و 8,095 تا پرافیت داده. یعنی سکه‌ای که آپگرید دادیم این همه رو جمعاً تفاوتشون 900,000 تاست، ولی تفاوتی که در پرافیتشون وجود داره 3,000 تا هستش. و حالا در نظر بگیرید شما همچین 3,000 رو 5,000 رو هر روز از دست بدین، ببینید که چقدر در یک ماه میتونه که بهتون ضرر بده. به خاطر همین این سیستم رو خیلی جدی در نظر بگیریم و واقعا خیلی خیلی جلوتون میندازه هنگام بالا بردن پرافیتتون. اوکی دوستان، این بود از قسمت دوم دوره همستر کامبت. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. بازم طبق همیشه براتون میگم که فایل اکسل رو قرار داخل کانال تلگرام قرار بدم که لینک کانال تلگرام داخل دیسکریپشن، داخل کامنت ها و خود یوتیوبمون هم هست. میتونید از اونجا وارد کانال تلگرام بشون و خیلی راحت ازش استفاده کنید که توی تمامی گوشی‌ها و کامپیوتر هم میتونید که به راحتی استفادهش کنید. سعی کردیم که در کمترین زمان به تمامی مطالب رو براتون پوشش بدیم و کامل براتون توضیح بدیم که به هیچ عنوان هیچ سوالی داخل ذهنتون نمونه، ولی باز هر سوالی داخل ذهنتون ایجاد شد در بخش کامنت ها بنویسین که حتما براتون جواب خواهم داد.
اگه به این ایردراپ علاقه‌مند هستین و نمیخواین که قسمت‌های بعدی رو از دست بدین، کافیه که چنلمون رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین که وقتی ویدیو گذاشتیم یه ناتیف بیاد و جز اولین نفرایی باشین که این ویدیو رو میبینید. فعلا خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.